باران‌های شدیدی که امسال در یمن می‌بارند می‌توانند باعث ویرانی صدها بنای تاریخی در قسمت قدیمی شهر صنعا شوند که به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده است. قسمت قدیمی پایتخت یمن شهر صنعا که سال 1986 به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده بود، بنابر باران‌های شدید زیر خوف ویرانشوی قرار دارند. موسم باران‌ها که میانه‌های ماه اپریل شروع شده بود، معمولاً تا سپتامبر دوام می‌کنند. هفته‌های اخیر آفت طبیعی به بناهای تاریخی که از خشت سرخ و در عصر 11 بنیاد شدند سخت آسیب رساند. بام 107 بنا قسماً فرو رفت و بالا پوش بیش از 2000 بنا می‌چکد. 2 بنای پرتافته شده کاملاً ویران شدند، یک بنای استقامت قسماً فرو رفت. سبب اصلی تعمیر نشدن بناها و رعایت نشدن قاعده‌های نگاهوبین از سوی ساکنان است. قبلا آنها منتظم بام بناها را تعمیر می‌کردند که آب باران داخل بنا ندرآید. با گفته مقامات اگر وضعیت دیگر نشود، به زودی‌ها در قسمت قدیمی شهر از 200 تا 500 بنا می‌توانند فرو روند. باران‌های شدید و بی‌سابقه روی ده‌ها مشکلاتی که ساکنان یمن سال‌های آخر با آن دست به گریبانند ضم شد. بعد جنگ 5 ساله که بیش از 100,000 قربانی به بار آورد، حدود 80% اهالی محتاج کمک‌های بشری هستند. میلیون‌ها آدم از گرسنگی رنج می‌برند. بر ضمن کرونا ویروس درباره وسعت واقعی بیماری‌های سرایتی در یمن معلومات دسترس نیست. باران‌ها باعث اوج گرفتن گسترش بیماری‌های سرایتی چون وبا، ورجه و تب لرزه شده‌اند.